لنگین کپوت. صیادی سلطان محمود غزنوی دربار آتک آیی بازین کپوتی به بها سلطان کیر را آورتگد. کپوتانی میانا یک لنگین کپوتی هم هویرد که نهادی چه درستان گشترد. سلطان حیران بود. آیا صیاد جوست گفت یه لنگین کپوت گرانی نهاد راز چیه ایند؟ صیاد گوشت وحدی من دام ریچم یه لنگین کپوت دامه نزدیکا یلده این. یه کپوت زهیر نالین کوکوان سر داد. کوکوانی توارا آدمگه کپوت اشی نیمگا کایند و دامه تها روند. هر روی چی من شکارا اشیا گومت برن سیدون گشتر بند. سلطان محمود پرمان داد سجین کپوت گویی لنگین کپوت زورک ببند. بازین زر صیادش داد. سلطان همادمان آیی لنگین کپوت دستا گفت و گومتی زهنبا آیی سری بررد. صیاد آیی ندارک دیست حیران بود. دیم گون سلطان محمود کتو گشتی واجه یه چه کاریه تو کو؟ یه سجین کپوتانی میانا تو پرچه یه ارزشمند و گرانبهایی مرگ سر برد. سلطان محمود در آیند هر کسی وتی راجا گون گداری بکند و آیی گون در آمدان بها بکند بایدند سرسند ببید.